دیدی بعضی روزا خیلی خسته میشی اما پایان کار به دلت میچسبه؟ امروز همون روزی بود برای من که قرار بود تو روستای قشنگم یه جشنواره برگزار بشه و هر کسی هنر دست خودش رو بیاره و من چون توی پیجم آشپزی میکنم دوست داشتم غذاهای خوشمزه درست کنم. 4 غذای اصلی که مختص خود لیچا هست رو انتخاب کردم جلوی دوربین پیش خود فیلمبردار و شبکه 5 آشپزی کنم. در کنارش کلی چیزای خوشمزه درست کردیم برای غرفه. تا ساعت 2 شب کار ما طول کشید. ساعت 7:30 صبحم بیدار شدیم و اومدیم اینجایی که باید آشپزی میکردم. من کال کباب، سیر اوی، شیرین قاطق و شامی لشتنشاهی رو انتخاب کردم. همونجا تون غذاها رو درست کردم. باورتون میشه که با این رنگ و لعاب رو من جلوشون توی چند ساعت روی پیکنیک درست کردم. بعد کلی مسابقات اجرا شد، کلی حس و حال خوب داشت. بعد از ظهر اومدیم سراغ غرفه. باقالی پختم، لبوی تازه. خیلی‌ها هنرهای دستشون رو آوردن که پر از حس خوب بود و اصالت گیلان رو نشون میداد. انقدر هنرهای دست زیبا بود که دلت نمیخواست از این غرفه ها بیرون بیای. و بعد اینکه رفتم سراغ غرفه خودم، دختر خالم با من خیلی کمک کرد. کلی از محصولاتمون و خوراکیامون رو اونجا تازه و داغ فروختیم و خیلی بهمون خوش گذشت و پر از چالش و هیجان بود برامون. مرسی از شماهایی که اومدید و من دیدمتون.